سلام دوستان، به چنل یوتیوب من خیلی خوش اومدین. بریم برای ویدیو امروز. سلام به شما دوستای گلم، امیدوارم که فوق‌العاده باشید. امروز اومدم بهتون ایردراپ ماسک ایمپایر رو معرفی بکنم. ایلان ماسک سازنده تلگرام و ایردراپ خودش هست. میدونم خیلی سوال ها واسهتون راجبش پیش اومده، خیلی نگرانی ها راجبش دارید. امروز اومدم همه رو بهتون توضیح بدم، اصلا بهتون بگم سرمایه گذاری رو این ایردراپ خوبه یا نه، شروع کنید چیکار کنید چیکار نکنید. امروز اومدم همه رو بهتون کامل توضیح بدم، پس تا آخر ویدیو با من باشید. بریم واسه دیدن ویدیو. اول از همه زمانی که شما وارد این ایردراپ میشید، با این صفحه مواجه میشید، این اسمو داخل تلگرام سرچ بکنید یا از لینکی که من توی کامنت اول گذاشتم استفاده بکنید، راحت و مستقیم وارد بازی بشید. چند تا نکته بگم. سوال پرسیده بودید، گفته بودید که چرا ایردراپ ما زبانش فارسیه، برای بعضی از دوستامون انگلیسیه، چرا واسه ایرانی‌ها بیشترشون فارسیه؟ نکنین ایردراپیه که ایرانی‌ها ساختن و احتمالاً کلاهبرداریه. خب اگه این کلا ایردراپی بود که ایرانی‌ها ساختن، اصلا اسمش ماسک ایمپایر نمیشد. و این ایردراپ واقعا ایردراپ ایلان ماسک هست. با خیال راحت بازی بکنید. اما حالا چرا زبون بعضی فارسیه برای بعضی انگلیسی؟ کاملا ساده است. به این خاطر که این بازی بر اساس زبان گوشی شما که تو تنظیماتتون فعال کردین، بر همون اساس زبانش یا فارسیه یا انگلیسی. و این در واقع نشون میده که تیم سازنده که پشت این بازی هن خیلی تیم قوی هن، که نشستن حتی به این فکر کردن که شما به چه زبانی دارید رو گوشیتون فعالیت میکنید. ما چون بیشترمون فارسی هستش گوشیمون، زبانش فارسیه. حالا شما دوست دارید انگلیسی باشه، کاری نداره، وارد این منو همبرگری بشید، اینجا زبان رو نوشته، هر زبانی که دلتون بخواد رو میتونید انتخاب بکنید. اولیش هم که انگلیسیه. این از زبان که خیالتون راحت باشه که زبانش فارسی، انگلیسی، هر چیزی میتونه باشه و این ایردراپ واقعیه. دوم اینکه وقتی وارد این بازی میشید، خودش بالا بهتون شروع میکنه آموزش میده که چیکار بکنید چیکار نکنید. من اومدم واسه گفتن جزئیاتی که خود بازی بهتون نمیگه. اول از همه توی این بازی این وسط که مقدار سکه های شما نوشته میشه، زمانی هم که شما شروع کنید به خریدن کارت و در واقع بالا بردن پروفیت، یه قسمت هم اضافه میشه که نشون میده شما پروفیتتون رو دارید بالا میبرید. من از این حسابی دارم بهتون توضیح میدم که تازه استارت زدم بازی رو توش. اینجا سطح منو نوشته، سطح یکم. هر کسی باشید و توی سطح یک بیاید، اسمتون تو بازی دانشجوه و اگه دقت بکنید اینجا من داره سطح یکم پر میشه. خب گفته زمانی که شما به 30,000 تا برسید سکه، ما سطح یکمون پر میشه، وارد سطح 2 میشیم. نصفش الان پر شده، 61% پر شده. این پایین هم عمل کرده منه که چیز خاصی نداره. این بالا مقدار پول من رو نوشته و مقدار سود منو. سود در ساعت هم همون پروفیت همه که بر اساس جمع کردن سکه و اد کردن دوست و اینا اضافه شده. پولم هم که مشخصه. خب حالا بریم قسمت بعدی کار. این از این با تپ کردن میتونید روش پول به دست بیارید. این پایین هم بهتون میگه که هر ضربه‌ای که بزنید چه امتیازی بهتون میده. قسمت شارژ و باتریتون رو داره نشون میده. شبیه همستره اما با یک سری تفاوت‌ها و در واقع یک سری چیزهایی توش داره که اگر بتونید هوش مالی خوبی داشته باشید توش خیلی میتونید خوب موفق بشید. بریم قسمت بهتر کن که تو گوشی شما انگلیسی قطعا اسمش متفاوته. اینجا برای شما یک سری کارت داره، شما حتما باید این کارت ها رو بگیرید. سطح های خیلی زیادی داره. این کارت ها رو باید بگیرید، در ازایی که پولی که جمع کردین پول پرداخت کنید، پروفیتتون بره بالا. پروفیت بره بالا به شما سکه های خیلی بیشتری میده. پس اینجا تو این مرحله واقعا به نظر من کارت ها رو بخرید. اما اینطوری نباشه که دیگه مثلا یه کارت رو بی نهایت بگیرید دیگه ازش، چون ممکنه اینم مثل همستر یهو بیاد دیلی کارت بذاره، یا میبینید شما یه کارت رو در حدی گرفتید که باید مثلا 100 میلیون بابتش بدین. به اندازه کارت ها رو ببرید بالا. به جز کارت هایی که مثلا خودش گفته حتما باید تا فلان لول بالا ببرید که فلان کارت باز بشه. مثلا به من میگه ورزش رو بگیر، من ورزش رو الان میگیرم، ورزش رو گرفتم، غذا رو میتونم بیام بگیرم. اینا در واقع همینجور به ترتیب میان. ببینید بغلش نوشت تو الان لول تیگه، لول 2. به پروفیت منم دقت بکنید. الان من خوابیدن رو میگیرم،
پروفیت هم میره بالا، خیلی هم رفت بالا. تو هر کدوم هم نوشته که چه فایده‌ای داره واسه شما. مثلا ورزش رو گفته که باعث میشه بدنت قوی شه، غذا باعث یه سری چیز میشه، گفته که غذا رو بخوری باعث میشه به قهوه معتاد نباشی. خوابیدن رو اگه بگیری در واقع میگه 8 ساعت خواب خوب داری تو بازی. و در واقع انگار شما باید تلاش بکنید این شخصیت ایلان ماسکی که بهتون داده رو پیشرفت بدید. براش چیزای مختلف بخرید. مثلا برای مغزش گفته اگر اینو بگیرید پایینش نوشته 2500 تا لولتون میره بالا، پروفیتتون یعنی پول بیشتری بهتون میده و 15000 تا باید بابتش بدید. شما حالا تصمیم میگید بگیدش یا نه. انضباط رو من الان گرفتم. گفته که نیازش اینه که شما وارد سطح 2 بشید که باز بتونید بگیرید. یعنی زرد پرشه من بازم میتونم بیام انضباط رو بگیرم. خب مثلا گفته تفکر انتقادی رو اگه بگیری گول هیاهو اطرافتون اینجور چیزا رو نمیخوری، پروفیت هم رفت بالا. و این از این کارت های مختلفی داره، دفتر رو داره. مثلا شما میاد از یک محوطه میگه از اینجا شروع کنید. در واقع اینقدر ببینید بازیش یه جورایی سرمایه گذاریه. چی نوشته؟ گفته که کم شروع کنید، جایی که هر گوشه امپراتوری شخصی شماست. در واقع میخواد شما رو بیاره سمت تفکر سرمایه گذاری، تفکر ریسک کردن. و این بازی هوشیه، الکی توش نباید شروع کنید کارت بخرید، همینجا باید به ترتیب پیش ببرید. این قسمت تیمم شما در واقع میاید برای خودتون تیم درست میکنید، منشی میگیرید. مثلا منشی گفته وقتی به سطح 2 برسی میتونی این کارت رو بگیری در صورتی که نوسازی رو گرفته باشی. کارت نوسازی کجا بود؟ اینجا میگه تو باید نوسازی رو گرفته باشی. خب که وقتی این لول تموم شد بتونی منشی واسه خود بگیری. مثلا من نوسازی رو میگیرم، بهتون توضیح بدم چطوریه. سطح هم رفت بالاتر. خب شدم استارتاپی مادرزادی، اینها رو گرفتم واسه خودم. نگاه کنید الان میگه من اینها رو میتونم واسه خودم بگیرم. 3 تا برنامه‌ریزی میتونم بگیرم، منشی، دستیار شخصی، اینا رو من میتونم داشته باشم. من خیلی باحالمو میزنم. الان من میتونم بیام واسه خودم منشی بگیرم. امیدوارم کاملا متوجه شده باشید. هر کدوم رو هم روش وقتی که میبینید نوشته که چه پیش نیازایی داره. خب پولمون به این قدر رسید، اما خب قطعا الان من لولمو بردم بالا، سریع به پولم برمیگرده. بریم قسمت سیتی یا همون شهر که خیلی راجبش سوال پرسیده بودید. 4 تا قسمت داره. از بالا شروع میکنم. قسمت جوامع رتبه بندی است. گفته بازیکنایی که بیشتر از 500 دوست دعوت کرده باشن میتونن یک انجمن تشکیل بدن. نگاه کن الان مثلا فلانی اومده یک تعداد زیادی دوست دعوت کرده، در واقع واسه خودش گروه و انجمن تشکیل داده. خب اومده تو این لیست قرار گرفته. در اساس تعداد افرادی که دعوت کردن مثلا اومده به این طرف 123 میلیارد داده به خاطر دوستایی که دعوت کرده. خب این جوامع شما اگر سعی کنید تو این بازی دوستای زیادی دعوت بکنید خیلی به نفعتونه. این بازی همون جوری که بوش میاد به فرند و اینا خیلی ربط داره. خب این از این قسمت. این بریم جوامع. میرم قسمت دیگه، بورس اوراق بهادار. اینجا در واقع یک جورای قماره و شما دارید روی چیزهایی که اینجاست سرمایه گذاری میکنید. اینجا برای شما میگه 3 تا چیز رو امروز میتونید روش سرمایه گذاری کنید. خب هر روز فرصت های این سرمایه گذاری ها رو دارید. میگه این گروه ریسکشون پایینه، اینا ریسکشون متوسطه، این گروه ریسکشون بالاست. داستان چیه؟ مثلا من میخوام بیام روی شراب گرون قیمت سرمایه گذاری کنم. خب میگه 4 کا به من بده. خب و میذارم سرمایه گذاریت هم خودت کم بکنی. نکته جالب بازی اینه. خب میتونی اصلا بیاریش روی 1 کا سرمایه گذاری، فقط باید در نظر داشته باشی درآمد مد نظر. نگاه کنید میگه اگه ضرر کردی $200 ازت کم میشه، اگه سود کردی $500 بهت اضافه میشه. پایین رو هم بزنیم یعنی موافقت کردی با این شرایط و میسنجه که شما الان برنده شدید یا نه. خب و گفته توی دوره قبلی 49% افراد از این بازدهی به دست آوردن. میتونید این مقدار رو تا بالا هم برسونید. حد سود و حد ضررش خیلی رفت بالا. به این نکته واقعا موقع خرید دقت کنید. خب حالا الان مثلا ما میریم روی ساعت‌های نسخه محدود یه سرمایه گذاری انجام میدیم. من با کمترین مبلغ انجام میدم که بهتون توضیح بدم چجوریه. اینو میزنید و متاسفانه ضرر کردم.
و 120 تا ضرر شد، یعنی از من پول کم شد و سرمایه‌گذاری هم که کرده بودم کم بود. اینو فقط انجام دادم بهتون یاد بدم. بعضی چیزاش هست که شانسیه و شما باید خیلی به این دقت کنید که چه بازدهی داشته. مثلا شرابه 49% بازدهی خوبی داشته، شرکت‌های نفتی ضرر کرده، بس شما بهتر روی سرمایه‌گذاری نکنید. یا مثلا بیایید وارد چیزای بزرگتر. این گفته اگه روی این سرمایه‌گذاری کنید 86% بازدهی داشته. یا اینا پروژه تکشاخ 151% بازدهی داشته. خب میخوام امتحان کنم ببینم که کدوم میتونه به من بازدهی خوبی بده. پروژه تکشاخ رو میایم با یک مبلغ کم سرمایه گذاری میکنیم. گفته 1 کا ضرر میشه، اگه ببازی 2 کا سود میشه. ببینیم چی میشه. اینم متاسفانه ضرر شد. خب نکته‌ای که می‌خواستم بهتون دقیقاً بهش برسید همینه. اینکه ضرر شد فدای سرتون، من دارم برای آموزش این کار میکنم. یه نکته رو می‌خواستم بهتون بگم. سعی کنید کلاً خیلی تو این قسمت صندوق سرمایه گذاری خیلی فعالیت نکنید، مگر اینکه واقعاً به یک مبلغ خیلی بالای پول رسیده باشید، یه جوری دیگه پولتون زیادی کرده باشه. الان من تو 2 تا جا سرمایه گذاری کردم بهتون نشون بدم که این سیاست سازنده برنامه است که یه جوری سکه‌هاتون رو ازتون بگیره، مثل همستر که میاد با گذاشتن کارتای 5 میلیونی 12 میلیونی پولای ما رو میگیره. این داره از صندوق سرمایه گذاری استفاده میکنه. کلا سعی کنید زیاد تو این فضا نباشید. الان من یه دونه که سودش منفی بود رو سرمایه گذاری کردم، یه دونه هم که سود خوبی میداد تو سرمایه گذاری کردم، جفتش شکست خورد. پس این قسمت یه جوری سیاست سازنده است. این هم از این صندوق سرمایه گذاری و قماره. توی قمار هم همیشه باخت هست، اینو یادتون نره. خب قسمت مذاکرات قسمتیه که این هم مثل همون قماره ولی به یک شکل دیگه، حالت سنگ کاغذ قیچی داره. بهتون کاملا توضیح میدم. اینو زمانی که یک دوست دعوت بکنید لولش براتون باز میشه و باید اگر دیدید باز نیست باید برید قسمت بهتر کن، مذاکرات رو بخرید. مثلا این مذاکرات باید برید اینو بخرید که توی قسمت شهر مذاکرات براتون باز شد. خب 3 تا قسمت داره: برنز داره، نقره، طلا، پلاتینیوم و الماس. ما حالا مثلا میخوایم بریم تو قسمت نقره که به من گفته 10 کا نیازه که من بخوام چیزش کنم. باید به 10 کا برسونیم خودمونو. من به 10 کا رسیدم، اومدم که این آموزش رو بهتون بدم و کلا بچه‌ها کارایی که من الان دارم انجام میدم، هر پولی که الان دارم میدم و اینا برای اینه که من میخوام بهتون یادش بدم بازی رو. شما زمانی که دیگه استارت زدید برای پول جمع کردن خیلی با دقت تر خرج بکنید. این چیزی که من دارم میرم آموزشی، حساب اصلی نیست. خب ما این قسمت برنز ببینید گفته داستان اینه که توی این بازی به شما 3 تا حیوان میده. حیواناش هم توضیحاتش اینجوریه: ببر تهاجمی، مار انعطاف‌پذیره، یه دونه خارپشتور هم هست که گفته حالت مراقبه. من بهتون توضیح میدم داستانش چه قراره. شما میایید به صورت شانسی یه کارت رو انتخاب میکنید. رقیب شما هم توی این بازی میاد یه کارت رو انتخاب میکنه. داره میگه اگه شما این کارت رو انتخاب بکنید و طرفتون شیر رو انتخاب بکنه، شیر یا ببر اون رو انتخاب بکنه، شما میبرید ولی به مار میبازین. کاملا نوشته، مثلا ببر زیرش نوشته اگه طرفتون مار انتخاب بکنه شما میبرید، خارپشت انتخاب بکنه شما میبازید. خب و این بازیش کاملا این تیکه شانسیه. مثلا من ببر رو انتخاب میکنم، ببینیم یه نفر رو واسه ما پیدا میکنه. یه رد کردن رو نزنید، اگه اینو بزنید کارتتون عوض میشه. خب یه نفر انتخاب شد. آهان خب مثل این که یک نفر توی این بازی داشته با من بازی میکرده، سطحش هم 3 هست، اون اومده این شکل رو انتخاب کرده شانسی. من الان 8000 تا باختم و اون برد. به همین سادگی تموم شد رفت. شما میتونید بیاید از این شانستون در طول روز استفاده بکنید و الان من از این فرصت استفاده کردم. در واقع میبینید که از پول من برداشته شد، خیلی ساده داد پول من رو به اون شخصی که برنده شده. این 2 تا قسمت مذاکرات و بورس اوراق بهادار واقعا قسمتایی هستن که قمار بازی هن. پیشنهاد من بهتون اینه که کلا زیاد سراغش نرید. قسمت آخر منطقه هیجان، اینو بریم. توی منطقه هیجان بود 3 تا از دوستاتو دعوت کن، کانال تلگرام، یوتیوب، اینها رو شما داخلش عضو بشید
پاداش روزانه هم داره، روزانه‌تون رو هم بیایید بگیرید توی این قسمت. زمانی که داخل این عضو بشید برای شما یک صفحه‌ای باز میشه که من الان برای اینکه ویدیو طولانی نشه نمیخوام وقتتون رو بگیرم. عضو شدن تو کانال تلگرام و ایناش طول میکشه، اما لازمش اینه که این 3 کار رو انجام داده باشید: دوست، کانال، یوتیوب. وقتی که این کار رو انجام دادید شما هم وارد این میشید که بتونید لاتاری دریافت کنید. یعنی لازمش انجام این 3 کاره. حالا دریافت لاتاری چطوریه؟ ممکنه بگید ما که تو ایرانیم چطوری لاتاری رو بگیریم، مگه تحریم نیستیم فلان. اصلا لاتاریش به اون شکلی که شما فکر میکنید نیست، به شکل تتره. شما اگر توی لاتاری برنده شدید تو قرعه کشی، میاد به شما در واقع پیام به شما داده میشه، آدرس کیف پولتون رو براش میفرستید، برای شما $15,000 تقریبا که اندازه یک لاتاریه همون قدر رو تبدیل به تتر میکنه، برای شما به شکل تتر واریز میکنه توی حسابتون. و حالا $15,000 میتونه بالا پایین داشته باشه. قرعه کشی کجا انجام میشه؟ قرعه کشی تو همین کانال تلگرامی که اینجا گفته به کانال ما بپیوندید انجام میشه و اونجا قرعه کشی داره. فکر میکنم قرعه کشیش هر هفته باشه احتمالاً و اونجا میتونید شما برنده این لاتاری باشید انشالله. دریافت پولش هم کاری نداره، یه کیف پول داشته باشید تتر براتون واریز میشه. اینم از این. و این بازی دیگه قسمت دیگه این نداره. فرندش رو هم که من بهتون توضیح دادم. 5,000 تا دوستاتو دعوت بکنی، تلگرامت عادی باشه به خودت دوستت میده. 25,000 تا اگر شما در واقع پرمیوم باشید. و اینجا گفته که وقتی که دوستای شما ارتقا پیدا میکنه به شما در ازای ارتقای اونها پول میده. الان مثلا من اینجا یک نفر رو دعوت کردم، اون اومده بازی کرده، من میتونم 5,000 تا ازش بگیرم. نگاه کنید، با اد کردن شما خیلی راحت میتونید تو این بازی پول در بیارید. کل پولی که من الان اونجا با قمار به دست در واقع از دست دادم با دیلی روزانه و دوستی که دعوت کردم به من برگشت. خب حالا این دوست من شروع کنه بازی بکنه، من بازم درآمد خواهم داشت دیگه. این بازی دیگه نکته دیگه نداره، همه چیشو کامل بهتون گفتم ریز ریز. و شما وظیفتون تو این بازی اینه سطح اینو ارتقا بدید، ایلان ماسک رو بتونید از طریق درستی رشدش بدید، کارت براش بگیرید، فضای مختلف براش فراهم کنید. هم پولتون باید بالا بره هم پروفیتتون. از نظر منم زیاد سعی کنید توی این قسمت قمار شرکت نکنید، نگرین که پولتون زیادی کرده باشه. خب اینم از آموزش امروز. واقعا ممنونم که تا اینجا آموزش رو دیدید و موفق باشید. آرزو میکنم که هممون کل این اردراپا لیست بشه، به درآمد خیلی خفن ازش برسیم. ممنونم که ویدیو رو تا اینجا با من دیدید. مخلص همتون، یا علی.